سلام. امروز میخوایم درباره خصوصیات مردم مسلمان صحبت کنیم. مردم مسلمان چه خصوصیاتی دارند؟ چه خصوصیاتی در آنها بارز است؟ یکی از بهترین خصوصیات این پاکیزگی است. النظافة من الایمان. پاکیزگی از ایمان است. همونطور که تمام ادیان بر این باور دارند و در حقیقت این است که پاکیزه ترین دین، سالم ترین دین اسلام است. هر مسلمانی در روز 5 بار طهارت می کند، خود را از تمام ناپاکی ها پاک می کند، به روی جای نماز می آید و نماز می گذارد و روی خود را از تمام آلودگی ها، از تمام گناهان پاک می کند و به راز و نیاز با خدا می پردازد و از خدا می خواهد که گناهان او را ببخشد و برای تمام آرزوها و آمالی که دارد از خدا چیزی که می خواهد طلب می کند. بله، یکی از صفات مسلمان پاکیزگی است. این پاکیزگی هم در روح است و هم در جسم و جان. دومین چیزی که در مسلمان دیده می شود عبادت اوست. عبادت، بله، که در این عبادت می تواند نماز یا صلات که این عبادت جسمی و روحی و 5 بار در روز است، حج، زکات، صدقه و هر کار خوبی که برای رضای خداست بنده مسلمان انجام می‌دهد. سومین صفت و سومین چیزی که در مرد مسلمان میتوان دید، نه تنها مرد و زن، مهمان پذیری آنهاست. مهمان حبیب خداست. وقتی که مهمانی بر خانه می آید، مسلمان سعی می کند تمام بهترین چیزهایی که دارد را پیش برادر یا خواهر یا کسی که به مهمانی اومده و خانه او را با نور خدا برکت داده است پذیرایی می کند و او را حتی با بهترین لبخندها، با بهترین سخنها جواب می گوید تا او از خانه او راضی برود. حتی اگر مهمان شب در خانه بماند، بهترین تشک‌ها، بهترین بالش‌ها و بهترین رخت، نرمترین رخت را برای مهمان تهیه می‌کند تا مهمان راضی باشد. آره، دیگر صفتی که در مسلمان‌ها بیشتر به نظر می‌رسد محبت بین دوستان است، محبت بین برادران است. اسلام دینی است که میگوید همانا مسلمانان برادران یکدیگرند. کسی که به دین اسلام وارد می شود برادر توست، برادر تو و برادر تمام مسلمانان. اگر او خانم یا خواهر باشد، او خواهر توست. بین برادران چه رابطه؟ اینقدر رابطه صمیمی است، اینقدر رابطه صمیمی است که برادران حاضرند جان خود را برای برادر خود تقدیم کنند، در تمام مشکلات او را یاری کنند، حتی اگر به قیمت جان او، به قیمت مال او، تمام مال و جان او این کار تمام شود. دیگر صفت یا چیز خوبی که در مسلمانان دیده می شود، خوراک‌های پاک و پاکیزه و از نظر سلامتی بهترین را مسلمانان استفاده می کنند. چرا؟ چون خداوند آن غذاها، آن نوشاکی‌ها، آن نوشابه هایی که برای بدن ضرر دارند حرام اعلام کرده است. مانند گوشت خوک، مانند گوشتی که با ذبح حلال، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم آن حیوان کشته نشده باشد، برای مسلمان حرام است و استفاده آن اجازت نیست.
نوشابه هایی که باعث مستی شما شوند، عقل شما را زائل کنند، حرام اعلام کرده شده است. و این را همه دانشمندان اسلامی و دانشمندان غیر اسلامی اثبات کردند که بهترین غذاها، سالمترین غذاها در بین مسلمانان رایج است و آنها از این غذاها استفاده می کنند. و دیگر چیزی که ما در بین مسلمانان می بینیم اعمال است. اعمالی که می گویند اعمال خوب، اعمالی که خداوند آنها را در قرآن و پیامبر در سنت خود رواج داده است به ثواب، یعنی این کار ثواب است، آن کار ثواب نیست. کاری که خداوند آنها را منع کرده گناه یا نامیده می شود و کسی که آنها را انجام دهد خداوند بر او عقوبت خوب پیشنهاد نکرده است. دیگر چیزایی که در بین مسلمانان ما می توانیم ببینیم اعیاد یا عیدهایی هستند که مسلمانان انجام میدن. نماز عید را به جماعت میخوانند، جمع میشوند، به جماعت میخوانند و بعد از آن به خانه یکدیگر میروند و برای شادی روح گذشتگانشان دعا میکنند. و در این روزها واقعا جشن است، جشنی که جشن دل هاست، جشنی که جشن مسلمان هاست و مسلمان ها در این روز هم ثواب فراوان کسب می کنند و هم می توانند خانواده برادر دیگر را، می توانند خانواده نزدیک و دور خود را احوال پرسی و بازدید کنند و به مهمانی همدیگر روند. این چند صفات مسلمانان بود که حائز اهمیت بودن و خواستن که برای شما معرفی کنم. از خداوند خواهانیم که ما را از عمل کنندگان به این اعمال قرار دهد و از مسلمانان صالح و سالم و در راه حق قرار دهد.